در واقع اختصاص آموزگاری به معنای تامش کسبی بسا پرشرف، مسئولیتناک و ضروری جامعه است. زیرا اگر انسانیت با عقل و ذکاوت و زحمت خود طبیعت را تغییر دهد، معلم با دانش و مهارت والای خویش طبیعت خود انسان را تشکل می‌دهد. زیرا پایداری، استواری هر جامعه از سرشت و سالمی نسل‌های برومندش وابسته میباشد. محض نسل‌های سالم فکر، صاحب معلومات و دارای جهانبینی کامل می‌توانند سرعت کشتی ملت را بدون کج و کلبی‌ها راست سوی ساحل مطلب برانند. سرشت چنین نسل‌های عالی مقام از بسیار جهت به زحمت فداکارانه معلمان عالی قدر وابسته است. آموزگار در رشد و نمو و اقتدار و استواری کشور نقشی بزرگ دارد. از این رو امروز در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابا عبدالله رودکی کنفرانس جمهوریوی علمی نظریوی در موضوع رسالت کسبی و ملی آموزگار در زمان معاصر برگزار گردید. باعث سرفرازی است که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و موقع و منزلت آموزگار در جامعه امروزه توجه بی‌سابقه ظاهر می‌نماید و امروز در دانشگاه دولتی کلاب با مقصد باز هم در سطح ضروری برای ماندن سطح و صفت تعلیم و تربیه آماده نمودن متخصصان واقعا هم به بازار جهانی مهنت رقابت پذیر که یکی از طلبات جهان معاصر می باشد، کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع رسالت کسبی و ملی آموزگار برگزار گردیده ایستاده است که در کنفرانس امروزه مهمانان از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کالج و آموزشگاه‌های سراسر جمهوری به هم آمده در اطراف موضوعهای مهم روز، یعنی که تعلیم و تربیه نسل نورس و جوانان امروز مسئله گذاری خواهند کرد. باید گفت که جامعه‌ای که به آموزگار توجه دارد و به آینده نیک خود همیشه امید دارد و امروز جمهوری تاجیکستان از اون کشورهای رو به ترقی است که به ساحه معارف و همچنین یک ساحه افضلیت‌ناک و محوری جامعه توجه خاصه روانه می‌سازد. مورد به ذکر است که امسال در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابا عبدالله رودکی یک قطار آموزگاران به سن مبارک 80 سالگی رسیده اند. از آن جمله ابراهیم اوگرز داتسنت کافدرای پداگوژیکی عمومی دانشگاهی که امسال به این سن مبارک رسیده اند و کنفرانس هم به مولد این استاد گرامی قدر راست آمد. در کنفرانس رکتور دانشگاه دکتر علمای پداگوژی پروفسور میرعلیزاده عبدالسلام مصطفی، معاون رکتور عاید به مناسبت‌های بین‌المللی نامزد علمای فیلولوژی داتسنت خدایداد و شرافت، معاون رکتور عاید به علم و اینواسیون نامزد علم‌های پداگوژی داتسنت رفیق سفرخان، شاعر خلقی تاجیکستان حق نظر غایب و هیئت پروفسوران و آموزگاران و دانشجویان شرکت ورزیدند. امروز در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابا عبدالله رودکی در موافقه با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع رسالت کسبی و ملی آموزگار برگزار کرده می شود. کنفرانس مذکور با مقصد نشان دادن فعالیت پرمسئولی آموزگاران و وظیفه‌های نوی که جامعه نوین در نزد آنها گذاشته است برگزار کرده می شود. در برنامه کنفرانس مقاله آموزگاران از مؤسسات تحصیلی کسبی عالی جمهوری تاجیکستان و مؤسسات دیگر علمی پیشنهاد کرده شده‌اند. مواد کنفرانس در شکل مجموعه به چاپ رسیده است و یادآور می‌شویم که در این سال در دانشگاه دولتی کلاب یک قطار آموزگاران به سن مبارک 80 سالگی رسیده. از آن جمله استاد میرزا سلیم سیدعلیویچ امسال به سن مبارک 80 ساله قدم نهادند و استاد داتسن ابراهیم گریز نیز 80 ساله شدند. در این چهاربینی امروزه نتیجه کارهای تحقیقاتی موادهای نشری آموزگاران دانشگاه از آن جمله آموزگاران نامبر شده به معرض تماشا گذاشته شدند. نخست سخن افتتاحی را رکتور دانشگاه پروفسور میرعلیزاده عبدالسلام مصطفی آغاز نموده قید نمودند که آموزگار خوشبختی خود را تنها در کامیابی شاگردانش می‌داند و وقتی یک طالب علم با استفاده از دانش و خیرات موفق می‌گردد افتخار می‌نماید. معلم عقل، شرف و وجدان جامعه و سیمای اساسی آن میباشد. وی دانش و ذکاوت گرمی دل خود را به دریغ و فرزندان خلق می‌دهد و خود را خوشبخت می‌شمارد. سپس معاون رکتور به مناسبت‌های بین‌المللی خدایداد و شرافت در موضوع حیات و فعالیت تعلیمی
تربیوی و علمی ابراهیموف گرز برآمد نمودند. بعدا طریق آنلاین دو تن از آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، پروفسور نوروف در موضوع مقام معلم در زمان معاصر و ارینینا دوسنت کافدرای پداگوژیکای دانشگاه ملی در موضوع билингвизм как основа формирования этнической толерантности современной молодежи суханронӣ намуданд. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امامی رحمان ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضل‌النوع مهم جامعه حسابیده برای پیشروی آن پیوسته کوشش و غمخوری‌های زیاد ظاهر می‌نمایند. در زمان سیاست‌گذاری جمهوری تاجیکستان یک قطار تعداد مکتب‌ها در برابر دیگر مؤسسات تحصیلاتی می‌نماید. تعداد تیپ مکتب‌های نو از جمله لیسه، گیمنازیا و شماره دانشگاه و دانشگاه‌ها با مراتب زیاد شده ایستادند که امکانیت خوب میباشد برای تحصیل دانشجویان و از جمله تحصیل آنها در خارج کشور. همزمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته در برآمدهای خود وابسته به مقام و منزلت آموزگاران خیلی برآمدهای پرمضمون نموده پیوسته تاکید میکنند که پیشروی ساحه معارف محض از تلاش و زحمت‌های آموزگاران وابستگی کلان دارد. همه کوشش و غمخوری‌هایی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت دوستان نسبت ساحه معارف دارند ما را وظیفه‌دار می‌نماید که همه چاره‌ها را اندیشیده برای تعلیم تربیت درست نسل نورس و جوانان و در حوزه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن آنها تمام چاره‌ها را اندیشیم. ریاست دانشگاه دولتی کلوب به نام عبدالله رودکی محض این را به نوبت گرفته که کنفرانسیای جمهوری را تحت عنوان رسالت ملی و کسبی آموزگاران دایر نموده ایستاده است که در آن از نمایندگان از 39 دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری اشتراک دارند و فکر میکنیم که کنفرانسیای دایر گردیده وابسته به نقش و مقام و منزلت آموزگاران و راه‌های بلند برداشتن تعلیم و تربیت و به این وسیله بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت و مقام و منزلت آموزگاران تا اندازه نقش خود خواهد گذاشت. واقعا مهنت و زحمت آموزگاران است که امروز هر یک خواندن و نوشتن را بلدیم و با افتخار و سرفرازی روانه راه هستیم. تلاش و کوشش آنهاست که امروز کسب و هنرهای گوناگون را آموخته و در جاده‌های بخش کامیاب و موفقیم. فداکاری آنها در راه تعلیم و تربیت است که امروز اهل بشر صاحب دانش است و در نهایت آنهایند که با گفتار و رفتار و کردار بلند انسانی برای هر یکی ما نمونه اند.